آخری اتاقهای تکی داریم. معمولاً به دانشجویان سال اول اتاق تکی نمیدن چون تعدادشان خیلی کم است. اما من بدون آنکه حتی درخواست داده باشم اتاق تکی دارم. تصورم بر این است که مدیر دانشکده هم اتاقی شدن یک دختر خانواده دار و با اصل و نسب را با یک دختر پرورشگاهی کار درستی نمی‌داند. می‌بینید یتیم بودن چه مزیت‌هایی دارد. اتاق من در گوشه شمال غربی با 2 پنجره و یک چشم‌انداز عالی است. وقتی کسی به مدت 18 سال با 20 نفر دیگر در یک جا زندگی کرده باشد، حالا تنها بودن بسیار لذت بخش است. این اولین باری است که من اجباراً با جروشا عبود آشنا شدم. فکر می‌کنم دوستش دارم. شما همین گونه فکر می‌کنید؟ سه‌شنبه دارن ترکیب تیم بسکتبال دانشجویان سال اولی را تشکیل میدن و من هم شاید عضو تیم شوم. درسته که من جثه ظریفی دارم اما خیلی زرنگ، زبل و قوی هستم و وقتی دیگران امیدوارانه برای به دست آوردن توپ به هوا میپرند من میتوانم از زیر پاهایشان خیز بردارم و توپ را بکاوم. ورزش کردن عصرها در زمینی با درخت‌هایی پر از برگ‌های قرمز و زرد و استشمام هوایی پر از بوی برگ‌های سوخته و صدای خنده و فریاد بچه‌ها بسیار خوشایند است. اینها خوشبخت‌ترین دخترانی هستند که من تا به حال دیدم و من از همه آنها خوشبخت‌ترم. قصد داشتم نامه طولانی‌تری بنویسم و درباره همه چیزهایی که دارم یاد می‌گیرم برایتان بنویسم. خانم لیپت میگفت شما می‌خواهید در جریان همه چیز باشید. اما زنگ ساعت 7 زده شده و در عرض 10 دقیقه باید با لباس ورزشی داخل زمین حاضر باشم. ولی زنگ را زدن و تا 10 دقیقه دیگر من باید لباس ورزش بپوشم و در زمین باشم. دعا نمی‌کنید که من هم عضو تیم بسکتبال شوم؟ ارادتمند همیشگی شما، جوشا عبود. پنوشت ساعت 9 شب. همین الان سالی مکبراید سرش را داخل اتاقم کرد و این چیزی بود که گفت: آنقدر دلتنگ خانه من هستم که دیگر نمیتوانم تحمل کنم. تو هم همین حس را داری؟ من هم لبخندی زدم و گفتم من این گونه نیستم. فکر کنم بتوانم تحمل کنم. دلتنگی برای خانه از آن نوع بیماری هایی است که حداقل من درگیرش نمیشم. تا حالا به گوشم نخورده که کسی برای زندگی در پرورشگاه دلش تنگ بشود. نظر شما چیست؟ 10 اکتبر. بابا لنگدراز عزیز، تا به حال چیزی درباره میکلانژ شنیده اید؟ او نقاش مشهوری بوده که در قرون وسطا در ایتالیا زندگی میکرد. سر کلاس ادبیات